معاملات از چی عبارت است؟ معاملات از خرید و فروش عبارت است. کتاب بیع میگویند خرید و فروش روزی نیست که انسان نخرد یا نفروشد. حتی وقتی که مقصد پول برق را هم که دادید، شما الکی خریدید، یک چی خریدید، فروختید. روزی نیست که انسان غالباً با خرید و فروش مشغول نشود. و خرید و فروش که بین انسان و بین دیگر مخلوق ها می شود، این معاملات هست. و احکام خرید و فروش خیلی احکام وسیع هست. بنابراین کتاب بیوع خیلی بابهای زیاد دارد نسبت دیگر احکام معاملات. و مشکل ترین انواع معاملات هم این بیوع هست، یعنی احکام خرید و فروش است. برای چی؟ برای اینکه واقعا حتی بعض علما رحمت الله علیه میگفتن اگر فقه انسان را خواهند که امتحان کنند، سوال از کتاب بیوع میدادن، از کتاب خرید و فروش، برای آنکه واقعا مسئله های نو به نو شده میستد. چه خیلی که در زمانه ما خیلی مسئله های جدید و نو پیدا شد و واقعا به علم دقیق و بسیار زیرکی این علم از طالب علم و از عالم طلب میکنه. بنابراین بسیار معاملات در معاملات احکام خرید و فروش احکام چقور و وزنین است.